است که تو یاد که پریزمه پنج کنجند چند تا دیاگونال گذاشته ممکنه A B C D E بگذار قله های موافق A1 و B1 C1 D1 E1 بچه ها تماشا کنید. دیاگونال گفتیم که دیاگونال این پارچه‌ای که قله هایی در یک روی نخوابنده پیوست میکنند. مثلا A1 به گذاشته ممکنه A1 به گذاشته ممکنه A3 به B1 به گذاشته ممکنه. فهمیدید می بچه ها؟ انا نگاه کنید گوش کنید. کدام اینجا به گذاشته ممکنه؟ A1 به گذاشته ممکنه چون گذاشته اگر در یک روی میخوابد بزنی B1 به ممکنه چون که در یک روی میخوابد بزنی B1 یک رویشان میخوابد. بنابراین شما میتونید بزنید بس یک تا شد A3 یک تا دیاگونال D1 چند تا دیاگونال D1 اینا نگاه کنید. پریزمه پنج کنجند چیزه چند تا دیاگونال یک تا کله چند تا دیاگونال گذاشته ممکنه است؟ دو تا. پنج کنجند پنج کنجه به دو تا گذاشته ممکنه. این خلاصه میگم است که هر یک کله مثلا n تا کله باشد n کنجه باشد n - 3 تا دیاگونال گذاشته ممکنه. خلاص فهمیدید؟ هر یک کله دو تایی دیاگونال گذاشته میگیرد. هر یک کله دو تایی دیاگونال گذاره 5 تا کله های چند تا دیاگونالش میشه؟ 5 ضرب 2 10 تا. فهمید؟ اگر 6 کنجه باشد اگر هر یک کله چند تا دیاگونال میگذارد؟ 3 تا. فقط این 3 تا کله به گذاشته ممکن نیست. فهمید؟ بنابراین n تا کنجش باشد n - 3 تا دیاگونال گذاشته ممکن. یا فهمیدین بچه‌ها؟ یعنی میگم انا این کله A1 بگذارونیم دیاگونال نمیشه. A1 بگذاریم دیاگونال نمیشه. B1 بگذاریم پارچه چیزی نمیشه دیاگونال نمیشه. دیگه ماندگیش میگه. زنش این خلاصه میگم است که n تا کلهش باشد n - 3 تا دیاگونال گذارونه ممکن A1 تا کله. یک تا کله. دوی میشه میخوابید دوی میشه n - 3 تا. سه میشه میخوابید اینم n - 3 تا. عموما n تا کنجش باشد شماره عمومی دیاگونال ها چطور شده است؟ n - 3 تا n ضرب n - 3 تا دیاگونال گذارانه ممکن. 5 کنجه باشد انکو همین فرمول رو بمانیم. خب شماره دیاگونال هایش چطور میشه؟ 5 ضرب 5 - 3 برابر چند تا؟ 10 تا. من اینجا دیده بودم که در حقیقت هم خیلی 10 تا گذاشته میشه. اگر پریزم 6 کنجه باشد چی مثلا؟ دیاگونال های پریزم 6 کنجه 6 ضرب 6 - 3 برابر 18 تا گذاشته. عموما n کنجه به چند تا؟ n - 10 کنجه به مثلا چند تا؟ پریزمه 10 کنجه به شماره دیاگونال هایش 10 ضرب 10 - 3 برابر 70. پریزمه 100 کنجه به چی؟ 100 ضرب 100 - 3 9700 دیاگونال گذارانده ممکن. یک بار دیگه تکرار میکنم بچه‌ها. پریزم اندر مقداری رویه ها چه خیلی افته میشود n - 2 مقداری کله ها چی 2 ضرب n مقداری تیغ ها چی 3 ضرب n و پیدا شد یک دیگه فرمول نف شماره دیاگونال ها n ضرب n - 3 این فرمول نف. در حقیقت هم من پریزمه 4 کنجه به چند تا گذارانده میشه؟ 4 تا گذارانده میشه. 4 ضرب 4 - 3 1 4 تا یک چند میشه؟ 4. 5 کنجه به 10 تا. اون من این فرمول چون کنیم از بعد 3 کنجه به 9 میشه. 3 کنجه به گذارانده ممکن نیست چون که کدام طرف را گذارونیم باید در یک رویه میخوابد بود. تعریف دیاگونال پریزم چه بود؟ دیاگونال این همین خیلی پارچه ای دو کله‌ای در یک روی نخوابنده پیوست کنند. یعنی پریزم فهمید؟